سلام سلام، خیلی خوش اومدید به دومی ویدیوی یوتیوب من که میخوایم حرکات پیلاتس رو توی 10 تا 15 دقیقه با هم انجام بدیم. پوزیشن گربه شروع میکنیم که حتما باید کف دستمون و سرشونمون توی راستا، لگنمون و زانومون هم توی راستا باشه. لطفا چک کنید که درست باشه. شکممون رو منقبض میکنیم، خیلی آروم سرمون رو میبریم بالا. 12 اینجا دم میگیریم، 12 عمیق، سر بالا. قرص بدید به بدنتون، آروم برگردید تو پوزیشن. 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 7 تا 8 تا و 9. آروم دهمی انجام بدیم. لطفا دم و بازم یادتون نره. بریم برای حرکت دوم. شکممون منقبضه، یکی از پاهامون رو صاف میکنیم، میاریم داخل شکم، مکس بالا، سر و زانومون صاف میشه. سر پایین، بالا. 1 2 تا. قوس بدید لطفا به کمرتون. آروم برید. من میکروفون رو بزنم زمین شاید بهتر باشه. 4 تا 5 6. کشش رو تو کل بدنتون احساس کنید. 7 تا. سر بالا برمیگرده. 8 تا 9 تا و 10 تا. مرسی، عالی. یه نفس بگیرید. مخالفمون آماده. سر پایین، سر بالا، سر پایین، سر بالا. دم، بازدم، دم، بازدم. 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا و 10 تا. الان شکممون دوباره منقبضه. حواستون باشه که از زانوتون تا باسنتون توی راستا باشه. یکی از پاها رو صاف کنید. میخوایم یکم به هیپمون کشش بدیم. حواسمون باشه که زانومون توی راستا باشه. پنجه پاتون رو بذارید زمین، یه کوچولو برید پایین، برگردید بالا، پایین و بالا. 3 تا. عالیه کششش. 4 تا. سرتون تو راستای بدنتون. 5 تا 6 7 8 تا. شکمم منقبضه، میرم عقب، بازدم، جلو دم. 9 و 10 تا. همینا میام بالا. دست زانوم، کشش، برمیگرد. 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا. grazie. 8 تا 9 تا 10 و نگه دار. 10 و بازدم. 1 2 3 4 تا 5 6 7 8 9 10. ببخشید صفحه ویدیو. بریم سمت مخالفمون. شما هم دم بازم بگید. پای بعدی رو صاف میکنم. دوباره چک میکنم زانو باسن توی راستا باشه. پاهام صافه. دستم از کف دستم تا سرشونم توی راستا. آروم میرم عقب، برمیگردم. آروم میرم عقب، برمیگردم. 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 7 8 تا 9 تا. صدای پرنده رو میشنوید. و 10 تا. مرسی. برمیگردم آروم بالا. دستم میذارم روی زانو که صافه.
کشش رو احساس کنم، برگردم. 1 2 تا، الان دیگه میکروفون رو بزنم. 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6 7 تا، 8 تا، 9 تا، 10 رو نگه می‌داریم. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. مرسی، عالی. تو این حالتیم شکممون منقبض، زانوهامون روی زمینه. یه دونه کشش سمت چپ مکس میکنیم، یه دونه کشش سمت راست. من از روبرو وایسم که شما ببینید زانوهام بازه، سر و شونم صافه، شکمم منقبضه. دم بازدم، بازدم پایین، دم بالا. و آخرش. مرسی. من برمیگردم به پوزیشن اولم. آروم دستمو میذارم روی زمین. میخوام یه دونه چرخش همزمان باهاش دستمون رو نگاه کنیم و برگردیم. عالیه. بازدم 4 تا، بازدم 5 تا، 6 تا، 7 تا، 8 تا، 9 تا، 10 تا. مرسی. جهتمو عوض میکنم، دستمو نگاه میکنم، برمیگردم. عالی. اونجا که بهتون فشار میاد بازدم داریم. 6 دستمو نگاه میکنم، 7 8 تا، 9 تا و 10 تا. مرسی، عالیه. برید تا پایین، سرتون رو بذارید لطفا روی زمین، دستاتون رو تا جایی که میتونید بکشید به سمت جلو. دم و بازدم عمیق. 1 2 تا، 3 تا، 4 تا و 5 تا. میام بالا. بریم برای حرکت بعدیمون. حرکت بعدیمون سر و شونمون باز صافه، دستا روبروی همه. اینهل، آر اینجا میره به سمت عقب. اکسهل، اسکویز کنید. دم بازدم، دم بازدم. از عقب 2 تا کتفا رو با هم نزدیک کنیم، دستا روبروی هم. عالی. 7 تا، 8 تا، 9 تا و 10 رو نگه دار. سر و شونه صاف. اگه آرنجات اومده به سمت پایین ببرشون به سمت بالا. دم و بازدم 1، دم و بازدم 2، دم و بازدم 3، دم و بازدم 4، دم و بازدم 5. آروم بیا به سمت جلو. اگه زانوهات خسته شده یکم مچ پاتو به سمت بالا، پایین، پای بعدی، بالا و پایین. آماده بریم برای حرکت بعدیمون. آروم روی 2 تا زانوهامو از زمین جدا میکنم، سرمو میارم پایین، سعی کنم کف پامو کامل بذارم روی زمین تا جایی که میتونم سرمو نزدیک زانوهام بکنم، موویمنت داشته باشم، یکم به سمت جلو عقب، جلو عقب. 1. آفرین، عالی. کششو توی آپر بکت احساس کن. 3 تا. اگه پاشنه پات به زمین نمیرسه هیچ اشکال نداره، برو رو پنجه پا، آروم آروم، اصلا عجله نداریم. تازه سری دوم تمریناتمونه. عالیه. 9 تا و 10 تا. یکی از پاها رو خیلی آروم میارم میذارم جلو، زانوی عقبش روی زمین باشه. یک کشش به پاهام میدم، به سمت جلو میرم، برمیگردم عقب. زانوهاتون نباید پشت سر هم باشه. ببینید بین زانوهام فاصله است. سر و شونم هم صافه، شکمم منقبضه. یه کوچولو میرم جلو، استرچ رو احساس میکنم.
کشش رو توی پاهام احساس میکنم، رون این پام و این پام برمیگردم. 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا. مرسی. دست مخالفشو میذارم اینجا، باز میکنم سینه‌مو تا جایی که میتونم. پای جلوم اگه راست، دست چپمو میذارم کامل احساس کنم کششو. دمو بازدم 1، دمو بازدم 2، دمو بازدم 3، دمو بازدم 4 و دمو بازدم 5. دست بعدی رو میذارم روی زمین، کشش بعدی آروم میرم رو پاشنه پام، سرم تا جایی که میتونم میانم پایین. آروم 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 بشین. اگه نمیتونی نیمه انجامش بده، هیچ اشکالی نداره. پنجه پاتو بکشی به سمت خودت، مکس کن. میخوایم 5 ثانیه اینجا بمونی. 5، 4، 3، 2 و 1. همین پوزیشن رو برگرد، دستاتو بذار زمین. پای بعدی 2 تا زانوها روی زمینه، از نوک انگشت پام استفاده میکنم، زانومو از زمین جدا میکنم. اگه پاشنه پام میرسه به زمین که میذارمش زمین، اگه نمیرسه اشکال نداره، رو پنجه پام میمونم. سرمو میارم پایین نزدیک زانوهام میکنم، کشش رو توی عضلات آپر بکم احساس میکنم، گردنم، شونه هام، پشت پاهام. 3 تا، 4 تا و 5 تا تکرار انجام میدم. الان آروم پای بعدی رو میذارم جلو جلو جلو، پای بعدیش روی زمین. لطفاً دوباره دقت کن که زانوهات پشت هم قرار نگیره، از هم دیگه فاصله داشته باشه. پاسچرم رو حفظ میکنم، سرشونم صافه، شکمم منقبضه. میرم جلو، کشش توی عضلات کاترو چیپیتی به ایتالیایی، 4 سر ران به فارسی احساس کنم، برگردم. 1، 2 تا، 3 تا، 4 تا و 5. پای چپم جلو، دست راستمو میذارم اینجا، دستمو میکشم، سینه‌مو تا جایی که میتونم باز میکنم. دمو بازدم 1، دستاتون رو نگاه کنید لطفاً. دمو بازدم 2، دمو بازدم 3، دمو بازدم 4، دمو بازدم 5. مرسی. کف اون یکی دستم میذارم روی زمین، آروم میرن رو پاشنه پا. اگه هنوز کشش خیلی زیاد نشده، پشت پات خیلی گرم نشده، میتونی اینو چند بار تکرارش کنی، هم برای پای چپت هم برای پای راستت. 1، 2. یکم پشت پاهات گرم بشه، آروم بکش تا جایی که میتونی بشین. میدونم که خیلی انعطافشون خوب نیست، نمیتونن کامل بشینن، اصلا اشکال نداره. تو میری جلو برمیگردی، همین کشش رو انجام میدی. میری جلو برمیگردی. مهم اینه که حتما کف پا پاشنه پا، کف پا پاشنه، همزمان باهاش لگنم هم حرکت میکنه. 1، 2، 1، 2، 1، 2. عالیه. مرسی. 2 تا زانوها رو برگردون، بشین روی زمین، چند تا دم و بازدم بگیر، بریم برای ادامه حرکاتم. مرسی. اگه دم و بازدم گرفتی لطفاً کف پاهاتو بذار روی زمین، یکم پنجه پاتو بده به سمت بیرون، به این حالت. سر و شونت صاف کن، آرنجاتو بذار پشت زانوها میشه، سر شونه صاف، دستا به این حالت. چند تا دم و بازدم میگیریم. دم، بازدم عمیق، بازدم عمیق. 3 تا، 4 تا و 5 تا. کف یک از دستام میذارم زمین نزدیک زانو، دست بعدی رو میکشم، نگه میدارم. 1، 2، 3 تا. دستتون رو نگاه کنید. 4 تا و 5 تا. بعدی دستام میذارم. 1، 2، 3 تا، 4 تا و 5 تا. یه دور دیگه با هم انجام بدیم. سرشونمون صافه، سعی کنیم باسن رو نیاریم بالا. بکشیم بکشیم. 1، 2، 3. دست رو نگاه کن. 4 و 5. دور بعدی. 5، 4، 3، 2، 1. اگه کامل نمیتونی انجامش بدی اصلا اشکال نداره، خودت سخت نگیر. آروم باسنتو بذار زمین، زانوهاتو صاف کن، پنجه پاتو بکش به سمت خودت، آروم آروم برو پایین تا جایی که میتونی. فقط سعی کن که پشت پاتو کامل صاف کنی. برو پایین، برگرد. برو پایین، برگرد. 2 تا، 3 تا، 4 تا و 5 تا. مرسی. کف یکی از پاها رو از زمین جدا میکنم، به این حالت میذارم.
سر شونمو صاف نگه میدارم. پنجه پا به این حالت. 1 2 3 تا 4 تا و 5 تا. یه دور دیگه میریم پایین تا جایی که میتونیم. 1 2 3 تا 4 تا و 5 تا. پنجه پاتو بکش به سمت خودت. یه قوس به بدنت بده، نگه دار. 5 4 3 2 1. مرسی، عالی. پا رو عوض میکنیم. یه کوچولو پنجه پاشنه ریلکس بشه باهاتون. پای بعدی رو میذارم. سر و شونم صافه. آروم میرم تا پایین، نگهش میدارم. 5 4 3 2 1. سر و شونه صاف، نگه دار. 5 4 3 2 و 1. دوباره پاها رو بالا و پایین کن که کامل پشت پاهات کش بیاد. یه دونه از پاها رو میذارم روی زمین، آرنج مخالفش دستم میچرخ. 1 2 3 تا 4 تا 5 تا. جهت مخالفمون پا صاف میشه، کف پا روی زمین، دست مخالفش میچرخه، سینم باز. 5 4 3 2 و 1. مرسی. پاها رو صاف کن، دراز بکش روی زمین. همه عضلاتت رو ریلکس کن. از دماغ دم بگیر، از دهن بازدم. 1 دم، بازدم عمیق. 2 تا 3 تا 4 تا و 5 تا. یکی یکی میخوایم عضلاتمون رو ریلکس کنیم. از عضلات کف پا شروع میکنیم. انگشتای پامون ریلکس، کف پا ریلکس، مچ پامون ریلکس، ساق پا، زانوها، رون پامون، عضلات کف لگنمون، باسنمون، شکم، سینه ها، شونه ها، گردنمون ریلکس. یه کوچولو چرخش داشته باشه به سمت چپ، سمت راست، سمت چپ، سمت راست. ریلکس کن گردنتو، شونه ها تو ریلکس کن، بازوها ریلکس، آرنج، ساق دست، مچ دست، کف دست، تموم انگشتا، ناخنای دستمون، عضلات صورتمون، دم و بازدم. اگه گرفتگی توی عضلاتتون احساس میکنید رها کنید. فکر کنید روی آب، شل رها. همه گرفتگی های عضلاتمون باز شده. دم و بازدم. صدای محیط رو گوش بدید. آروم آروم برگردید به محیطی که هستید. مرسی ازتون. ممنون ازتون که تا اینجا کنار من بودید. خیلی واقعا خوب بود. به خودم کلی خوش گذشت. امیدوارم که شما هم لذت برده باشید. حرکات کششی 15 دقیقه‌ای پیلاتس رو هر تایمی که بدنتون احساس خستگی داشت انجام بدید. لطفا منم دنبال کنید. سابسکرایب یادتون نره و اگه این تمرینات رو انجام دادید لطفا برای من کامنت بذارید. من خوشحال میشم که بخونم. دوست بهتون. تا ویدیو بعدی.